سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانی که دارید این ویدیو رو میبینید. خیلی خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال زوج‌آموز. بریم با هم ببینیم که کانال زوج‌آموز اصلا چی هستش و قراره در مورد چه محتواهایی توی این کانال صحبت بشه. سلام مجدد دارم و عرض ادب. من طاهره عباسی هستم، کارشناس مامایی و سکس تراپیست. همونطوری که مطلع هستید، متاسفانه به خاطر مسائل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و یا حتی سیاسی به هیچ عنوان آموزش درست و اصولی در مورد مسائل جنسی به کودکان ما، نوجوانان ما و حتی جوانها چه توی مدرسه، چه توی دانشگاه و چه توی محیط خانواده داده نمیشه. و این یکی از اصلی ترین عواملی هستش که این مسئله توی جامعه ما همچنان به صورت یک تابو باقی مونده. و طبیعتاً والدین و حتی اساتید، بزرگترها، معلمها یک جورهایی احساس شرم و خجالت میکنن اگر بخوان در مورد این مسئله صحبت بکنن. حالا من به عنوان عضو خیلی کوچیکی از جامعه مامایی و سکس تراپی توی این کانال در خدمتتون هستم و قراره با ویدیوهای رایگان آموزش‌هایی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدم. چون طبیعتاً زمانی که یک کودک داره به سنین نوجوانی میرسه، داره به سنین بلوغ میرسه، این حس جنسی و کنجکاوی‌هاش در مورد مسائل جنسی توش بیدار میشه. اتفاقی که برای همه ما افتاده و برای نسل‌های بعد از ما هم خواهد افتاد. چه بسا به خاطر همین شرم و خجالت و همین تابو بودن آموزش و کلاً مسائل جنسی در جامعه ما، نوجوان‌ها و جوان‌ها طبیعتاً به این فکر می‌افتن که خودشون دنبال یادگیری این مسئله برن و طبیعتاً به خاطر اینکه دسترسی به متخصصین ندارن، به خاطر اینکه مورد اعتماد ترین افرادشون که شامل پدر مادرشون هستن، شامل معلم‌ها و اساتیدشون هستن، به هیچ عنوان در مورد این مسئله صحبت نمی‌کنن. متاسفانه به سراغ سورس هایی میرن که صرفاً کنجکاوی برطرف بشه و به هیچ عنوان این منابع و این سورس ها منابع قابل اعتمادی نیستن و به هیچ عنوان نمیشه روی درست بودن اطلاعاتی که میدن نظر داد و همینطور متاسفانه باعث بروز یک سری تفکرات اشتباه و دادن یک سری آموزش های غلط به این عزیزان میشه. من خیلی خوشحالم که افتخار این رو دارم که از این تریبون و از این کانال بتونم به عنوان یک متخصص و در واقع کسی که افتخار این رو داره که یاد بگیره توی این مسیر و حیطه خودش رو این مسیر انتخاب کرده در خدمتتون باشم و به عنوان عضو کوچکی از این جامعه اطلاعات درست و صحیحی رو در این زمینه در اختیارتون قرار بدم، به این امید که انشاءالله این مسئله تابو بودن هم تو جامعه ما رفع بشه و همه افراد بتونن آموزش‌های صحیح و اصولی رو در مورد حس جنسی، مسائل جنسی و مسئله‌ای که مثل گرسنگی و تشنگی در غریزه و ذات همه ما نهادینه شده یاد بگیرن. خیلی خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم به بزرگواری خودتون اختلالات و مشکلاتی که توی صدای من هست رو ببخشید. من یه میزان کسالت دارم و امیدوارم که توی ویدیوهای بعدی رفع بشه. ممنون میشم اگر که با لایک، سابسکرایب و کامنت از کانال خودتون حمایت کنید. کانال رو به دوستاتون و هر کسی که احساس میکنید مطالبش براشون مفید هستش معرفی کنید و هر سوالی که دارید رو میتونید توی قسمت کامنت ها برام بنویسید. حتما پاسخگو هستم و خیلی از این که در خدمت شما هستم خوشحالم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. روز خوش.